بسم الله الرحمن الرحیم. آفت دومی که در داستان رجلین در سوره کهف ذکر می شود، دنیا را در قلب قرار دادن و غافل شدن از یاد خدا و غافل شدن از این که دنیا فانی است. انسان وقتی سالیانی مدت مدیدی خود را در نعمت و ثروت می بیند، فکر می کند که دنیا همیشگی است و از یاد خدا غافل می شود. خدا عزوجل داستانش را چنین نقل می کند: قال ما اظن ان تبید هذه ابدا و دخل جنته و هو ظالم لنفسه. داخل باغش شد، مال و ثروتش را که دید، ظالم به نفس خود وارد باغ شد. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، گمان نمی کنم که هرگز این مال از بین برود. و انسان وقتی احساس خلود بهش دست داد، احساس کرد که این مال همیشه میماند، قیامت را هم انکار میکند. و ما اظن الساعة قائمه. این آفتی است که مواظب باشیم به آن دچار نشویم. اگر انسان احساس کرد که مال همیشگی است، این احساس کاذب به او دست میدهد که قیامت هم برپا نخواهد شد. ایمان به قیامت ممکن است در قلبش ضعیف شود و کسی که ایمان به قیامت در قلبش ضعیف شود و کسی که احساس خلود مال، جاودانگی مال به او دست بدهد، تحمل جنبه های دیگر امتحان خدا را ندارد. همونطور که خدا عزوجل انسان را با مال آزمایش می کند، ممکن است با فقر و تنگ دستی هم آزمایش بکند. و وقتی که تحملش را نداشت، از هر طریقی ممکن است کسب مال بکند. این آفتی که در جامعه می‌بینیم که افرادی برای کسب مال به هر روشی دست میزنند، به اختلاس‌های میلیاردی که همه تان در جریان هستید دست میزنند، به قاچاق مواد مخدر و بدبخت کردن دیگران دست میزنند، نتیجه همین است. نتیجه این که انسان تحمل از بین رفتن مال، تحمل جنبه دیگر امتحان خدا، کمبود رزق و روزی را ندارد و قیامت را فراموش کرده است. اگر کسی قیامت در خاطرش باشد، هرگز به سوی تجارت مرگ نمی رود که افرادی را بدبخت بکند.